اولین گناهی که پیغمبر ذکر کردن این شرک به خداست. دویم چی گفتند؟ و عقوق الوالدین. و دویم اینکه حق پدر و مادر اگر رعایت نشد، این هم یکی از کلانترین گناه ها در نزد خدا به حساب می رود. که درباره حقوق پدرها، عاق شدن در نزد پدر و مادر، ما با شما خیلی صحبت های زیاد هم داشتیم و فکر میکنم که انشاءالله کفایت کننده هم هست. همان محمد صاحب ایرانی گفتن یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا و برای آدم اهل فهم همان یک نکته البته کفایت کننده است. و الا اگر من تمام سال در باب پدر و مادر با شما صحبت کنم، کسی که اگر اراده قبول کردن نداشته باشد، کسی ناخواهم همین سخن باشد، برای مثل که یک چراغ پیش یک آدم نابینا میگذاری، مثل همون معنی دارد خلاص. داروها برای پروستات، برای شهوت را زیاد کردن، برای فربه شدن یا اینکه خراب شدن، برای ریش را قفز کردن، برای همخوابگی را زیاد کردن، برای درد دل، روده، ژلودکا و اینچنین شامپون‌های گوناگون و دیگر داروهایی که در روی نوار میبینید، قرآن‌ها، جای نمازها، تنها همش برای شما. کنید داروهای گیاهی سونامد فرمایش گذارید. برده رسانیدن داروها کاملا رایگان است. اینچنین این داروها را از دلخود داروخانه شهرهای روسیه با تخفیف از 10 تا 15% خریداری کردن می توانید. سونامد، طبابت با گیاهای شفابخش. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده می‌رسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. خوشخبر برای همه شما. اویاکش جمشید برای شما امکانیتی کلان می‌دهد. کجایی که سفر کردنی هستین، شما می‌توانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط‌های ارزان را خریداری نمایید و اینچنین از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید برای شما تخفیف کرده می‌شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. و سیوم گناهی که در این حدیث رسول اکرم ذکر کردند، ابی بکرته میگد کان متکیا رسول الله صلی الله علیه و سلم فجلس. در حالتی که این دو گناه را میگه ذکر کرد، رسول اکرم میگه کج پهلو بودند، یعنی با یک پهلوی افتیده بودند و این سخن میگفتند. لیکن برای گناه سیومش میگه رسول اکرم میگه از جای خود خیستند و نشستند و گفتند الا و قول الزور و شهادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکته. ابی بکرته میگه از جای خود خیستند و رسول اکرم گفتند سیوم گناهی که بی نهایت کلان است و عذابش سخت است، این است که سخن دروغ است و شاهد دادن دروغ است. از سخن دروغ دور باشین، از زبانی که دروغگو باشد دور باشین. حضرت ابی بکرته میگه فما زال یکررها، همیشه گفت همین گپ میگد رسول اکرم، حتی ما گفتیم کاش که پیغمبری خدا خاموش ایسته. اینقدر میگد این سخن تکرار کردن که سخن دروغ است، سخن دروغ است. برادرای عزیز، شاید این وبا بگیم این کسل در تمام مردم ما و شما هم امروز فرا گرفتگی هست. همان حدیث رسول اکرم که یکی از نشانه های آخرت است که رسول اکرم به ما و شما گفت سیأتی زمان علی امتی، زود است که برای امت من یک زمان می آید که لا ابالی ما تلف من دینی اذا سلمت له الدنیا، هیچ باکی ندارد امت من اگر از دینش چی مقداره که خراب شدن بگیرد خراب شود، هر وقتای یک مال از دنیا به دست او بیاید. امروز این
به واسطه دروغ که یک مقدار مال به دست ما و شما می آید، امروز ما دروغ استفاده میکنیم و پول مردک هم میستانه میگیریم. اکثرا این که در تمام شخص ها، علل خصوص در کسانی که سوداگر هستند، خیلی با احتیاط باشند. امروز این کسل در برادرای سوداگر بسیار است، به نهایت قسمهای دروغ زیاد میخورند. رسول اکرم از جای خود خیستند، تکراری به تکرار گفتند از دروغ احتراز کنید، از دروغ دور باشید. رسول الله میگوید در سوره مطففین، مفسرای قرآن یک حدیثی را ذکر کردند: الحلیف منفقة للسلعة ممحقة للبرکة. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر کسی که قسم میخورد برای رواج سوداش یا به دست آوردن مال اشیای دنیا، چیکار میکند؟ به مقصدش میرسد. یعنی وقتی قسم خورد او انسان که این مال من بهترین است، هیچ نقصی ندارد، کمبودی در مال من نیست و مال من نظر به تمام مالها ارزانتر است، گفتند از روی دروغ، اگر دروغ باشد، اگر دروغ گفتن گیرد، رسول الله گفتند منفقة لسلعته، اون به مقصدش میرسد. برای که او انسان چیکار میکند؟ او انسان به خودش جلب میکند و پول او را میگیرد، لکن ممحقة للبرکة، فراموش نکرد اون پول برکت ندارد. گفتن رسول الله اون پول در دیگر راه، در مصیبت دیگر راه صرف می شود. از دروغ ما و شما دور باشید. دروغ ما و شما را، خانه ما و شما را خراب میکند. دروغ خانه دین ما و شما را خراب می سازد. حتی پیشواهای ما و شما چی میگویند؟ میگویند که الکذاب کلیس. لیس گفته عرب ها دزد میگن. میگه دروغگو مثل دزد است. چگونه؟ فإن اللص يسرق من مالی والكذاب يسرق من عقلی. دزد گفتن یعنی از مال بنده میدزدد، لکن دزد عقل انسان میدزدد. در اصل عقل ما و شما را میدزدد، ما و شما را به خودش جلب میکند. همون دزدیدن عقل ما و شماست. در همه حالت از خدا بترسید. اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا گفتند 4 چیزی هست، در کدام انسان این 4 چیز یافت شد، کان منافقا خالصا، یقینا منافق تازه هست. منافق تازه همون انسانی هست که 4 نشانه، 4 علامت داشته باشد. منافق شما فراموش نکنین که منافق خداوند در قرآن میگوید در پسترین دوزخ عذاب داده می شود. این که هست؟ اذا اؤتمن خان. یکم، اگر من یک مال داشته باشم از چیزی دنیایی، اگر وای در پیش یک کس میگذارم، میگم برادر همین من 1 روز پس یا 1 ساعت پس یا 1 ماه پس از خانه تو میگیرم، برادر همین در پیش تو امانت. اگر همین مال مرا دیگرگون کند یا بر مال من خیانت کند یا مال مرا کمیشه مثال نابود کند، این چی می شود؟ خیانت در مال من می شود. این انسان منافق است. یا من یک سخن در پیش یک آدم میگذارم، میگم همین سخن من در نزد تو امانت، برادر همین را فاش نکن، همین امانت است. اگر وای در همین سخن من خیانت کرد، وای در بین مردم فاش کرد، اینم چی است؟ علامت منافقی است. یکم نشانه منافق همین بود است که امانت خیانت میکرده. دویمش چی است؟ دویم و اذا حدث کذب. پیغمبر گفتند وقتی سخن میگوید دروغ میگوید. آدم دروغگو منافق است. پیشوای ما و شما میگن ما در تجربه حیات دیدیم عرق نوش از عرق نوشیدن باز ایستاد، زناکار از زناکاری باز ایستاد، لیکن دروغگوها اصلا از دروغ ایستاده نتونستند. با همین زبان خدا جان اونها را گرفت بود. و اذا حدث کذب. کسی سخن میگوید دروغ میگوید. سوم چی است؟ و اذا عاهد غدر. و فی روایت و اذا وعد اخلف.
رسول اکرم گفتند کسی که وعده میکند خلاف میکند در وعدش، اینم از نشانه چی است؟ از نشانه منافقی است. چهارم، و اذا خاصم فجره. پیغمبر گفتند کسی که با کسی جنجال میکند بعد جنجال وی دشنام میدهد، شخصی که دشنام دهنده باشد وی منافق است. گفتند پیغمبر وای به حال همون جوانهایی که امروز باور کن با پهلوش میگذری از زبانش همون آتش دوزخ صدا میدهد، دشنام های قبیح در زبانی فرزندای ما و شما، برادرای ما و شما هست که اینها را پیغمبر خدا گفتند اینها چی هستند؟ اینها را نامشان انسان نه بلکه اینا منافق هستند. از این 4 عمل ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دوری بجوییم تا که در زمره اینها نباشیم که نام ما و شما منافق می شود. ما و شما از زمره منافقان سر می برداریم. علل خصوص برادرای سوداگر در این مسئله خیلی با احتیاط باشید، دروغ نگین، هر چیزی که هست همون اصلش به مردم خبر دهیم. رسول اکرم میگه الجالب فی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. کسی که اگر برای مردم بهترین مثال از روغن و از برنج و از پیاز و از دیگر لوازمات هایی که برای زندگی ما از همه ضرور است و از دیگر جاها کشانده آورده برای سبک کردن بازار، برای غلطاندن نرخ بازار، برای یاردن یک برادر مؤمن کوشش میکند، این برادر حکم مجاهدی در راه خدا را دارد، مثل که جهاد در راه خدا کرده ایستاده است. لیکن کسی که اگر بر ضرر برادر مؤمن کار میکند یا میداند که یک ماه پس نرخ در بازار میخیزد، تمام چیزهای بازار خریده میگیرد، این انسان پیغمبر خدا گفت این انکار کننده کتاب خدا در کتاب خدا هست. ما و شما از این خصلت‌های رذیلت دور باشیم. عمر یاد میآید، حضرت عمر حکم برآوردن که دیگر در مدینه نبینم که کسی شیر را به آب ارارش کند. اگر کسی شیر را بر آب ارارش میکند برای او یک مجازات سخت، یک جزای سخت من چکار کردم برآوردگی هستند. عمری که پادشاه بودن، شاه بودن، از 2 حصه دنیا در دست حضرت عمر بود. مثل امروزه چگونه ای که دولت روس و دولت امریکا یکی از دولت‌های پر اقتدار بود، در دوره‌های حضرت عمر 2 امپریای به قوت، امپریای فارس و امپریای روم در زیر تصرف حضرت عمر بود. لیکن به زمین همین قدر شاهانه حضرت بی نهایت تواضع داشتند، بسیار شکست حال بودند. جامه‌ای که داشتند مثل جامه ما زیبا نبود، بلکه 11 پارگی داشت. شاه بودند. 11 پارگی در جامعه حضرت عمر بود. خود می گفت حبب الی من الدنیا 3. ای امت پیغمبر، من از دنیا 3 چیز را دوست می دارم: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. دوست می دارم که هر جا نشینم امر معروف کنم، نهی از منکر کنم و لباسی که کندگی باشد، پارگی داشته باشد، این من دوست می دارم. گفتند حضرت باشیچگاه نداشتند، قصر نداشتند. حضرت یگان بستانسرا و دکچه نداشتند، پولهای در بنکهای دنیا نداشتند، بلکه بالای ریگ خواب میکردند. هر زیارت کننده ای که از دولت ها می آمد عمر از مسجد پیغمبر خدا می آورد. در همون داخل در ذکر بودند. اونج زمان ها خاک بود، میگه در بالای خاک خواب بودند حضرت. این چنین عمر داشته ما و شما. تواضع حضرت چنان بودند که روز وقتی که عبیده ابن جراح که امیر میگد شام بود، حضرت عمر تکلیف کردند که حضرت به ملک ما تشریف فرمایید. حضرت میگد یک غلام خودش را گرفت، با همراهی بالا یک شتر نشست و با غلام خود عهد بست. غلام داشتن، یک غلام داشتن، یگان نگاه و بینچی نداشتن. در کوچه های مدینه به آدم دور میگشتند، در پهلوش هیچ کس نبود. برای حضرت از خود باوری داشتند، در کسی خیانت نکرده بودند. عدالتشان دنیا را که فرا گرفته بود و از خدا که خالص می ترسیدند، دیگر کسی از خدا که ترسید از او تمام چیز دنیا می ترسد.
میگه با غلام خود مشورت کردن که غلام گفتن 1 کیلومتر من سوار میشم، 1 کیلومتر تو سوار میشوی و با ملک شام میریم که من دعوت دارم. و این عهد و پیمان رعایت میشد. وقتی که به نزدیک شام آمدن نوبت غلام شد و غلام میگه بالای شتر سوار کردن حضرت عمر رو. خود میگه از همون زیمان بگیم یا از همون بنده که شتر بستگی بود از اون داشتن و بین میگه یک دریاچه بود، پاچه ها را حضرت بلند کردن به همون میگه دریا گذشتن. از اون طرف عبیده ابن جراح که امیر همون شهر بود، یکی از عشره مبشره بودن، اینا 10 نفری بودن که رسول الله در حال حیات گفته بودن که شما جنتی هستین. این یکتش عبیده بود. و حضرت عمر گفتن خود بالای شتر سوار شو و غلام را پایین کن که از پس من گفت تمام مردم بهترین همین شام به استقبال شما برآمد، به این احوال شما را بینن ما ناراحت خدا حس میکنیم. گفتن عبیده گفتن خدا مرا برای اسلامم عزت داد، برای لباسم نه. برای من گفتن حسب و نسب و پول و مال هیچ اهمیتی ندارد. من عزتی که یافتم از روی اسلام یافتم، من باکی ندارم از سخن مردم. بین حضرتا چگونه یک پاکیزه بدن. کاش که خداوند امروز تمام رهبریت ما و شما را، تمام پیشواهای ما و شما را ذره از این عدالت عمر در دلشان جا کند که حق رعیت پایمال نکنند. کاش که خداوند امروز همه رهبریت این چنین توفیق نصیب بگرداند که ما و شما در سایه اونها راحت کنیم. حضرت میگه حکم برآوردن شیر به آب ارارش کرده نشود و بعد مدتی میگه به پهلو یک دیوال گذر کردن که آواز یک زن و یک دختر شنیده میشد که اینها دختر و مادر بودند. مادر به سوی دختر میگفت دخترم آب بیار، شیر ما امروز کم است، کم زیاد اندازیم تا که پیسه بگیم یا دینار زیاد به دست ما بیاید تا که زندگی ما بهتر شود. برادرایی که امروز شیر میفروشین از این قصه عبرت بگیرین. فرار نکنین که از روزه شما ثواب چیزی باقی نمیماند. حضرت عمر خوب گوش انداخته ایستادند. دختر میگه به سوی مادر گفتن من شنیدم که امیرالمؤمنین یک جزای سخت برای کسانی که آب در شیر ارارش میکنند برآورد، زیرا که رسول اکرم گفته بود کسی که آب در شیر ارارش میکند روز قیامت همون کاسه در پیشش گذاشته میشود و خدا بر او امر میکند شیر را از آب جدا کن. آیا بنده میتواند جدا کرده؟ میگه مادر گشت گفت دخترم گفت من هم گفت شنیده بودم از قانون عمر، لیکن الحال عمر نیست، خانه خالی است، کسی نیست. این دختر میگه گشته گفتند این کان امیر المؤمنین لا یرانا. مادر عزیز گفتند اگر ما و شما را الحال امیر المؤمنین ندیده ایستاده باشد فرب امیر المؤمنین یرانا، خدای امیر المؤمنین ما را نظارت کرده ایستاده است. امیر المؤمنین ندیده ایستاده است، خدا کو نظارت دارد، خدا میبیند، خدا آشکارا و پنهان نگاه میکند. برای خداوند پرده و شب و روز فرقی ندارد، در همه صورت دیده ایستاده است. ما چیکار میکنیم؟ اینا قصه های هستند که ما و شما در خلوتی ها هستیم. ما و شما در روز یا در شب یا در پنهانا و آشکارا چی سوداها و چی معامله های میکنیم. فراموش نکنیم که خدا همراه شما هست و خداوند سخن شما را میشنود. روز رسول اکرم میگه بر بازار گذر کردن، ببینید بر بازار گذر کردن، نگاه کردن میگه که یک مرد در پیشش یک تلی خرما داشت، بالاش پاکیزه و تازه بود لیکن زیرش بسیار افلاس بود. امروز برادرای عزیز در بازار در کدام نقطه سودا این چنین معامله نیست؟ بالاش زیباست، بالا بهترین همون اشیا گذاشتگی است لیکن زیر او همه خراب است. این سودا سودای چی است؟ سودای باطل است. رسول اکرم وقتی میگه نظر کردن گفتم برادر، گفتم فرزند من این چی معامله است که تو کردی؟
میگه با دست مبارک زیر او را نگاه کردن که همه خراب است. گفتن پیغمبر خدا گفتن این را من نکردم، من از خدای خود میترسم. الحال باران بارید، باران ایرا کرد و باران تازه کرد. رسول الله گفت مادامی که باران تازه کرده باشد اینا را عررش کن. گفت زیرا گفت در بالا پرتا، بالا را در زیر پرتا گفت تا که همه یک نمایان شود. زیرا من غشنا فلیس منا، کسی که در ما خیانت میکند وای از ما نیست. گفتم پیغمبر. این چنین حکایه ها در دوره های رسول اکرم گذشته بود. از اینها باید که ما و شما چیکار کنیم؟ عبرت گیریم. و اینا برای ما و شما یک درس شود و از دروغ گفتن و از حق یک برادر مؤمن خوردن ما و شما دور باشیم. حضرت مولوی هم رومی خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز شاید که همون شعار هم در همون زمانها بود که یک شعار داره ما و شما که دیگ جوشد و گرسوزد استفاده کردیستیم، لیکن فراموش نکنیم که اون گرسوزدش نظر به این دیگ سوزد خیلی مشکلاتی دارد. امروز دیگی تو می جوشد، امروز احوال تو خوب می شود، لیکن فردا قبر تو هم می جوشد و قبر تو هم پر از عذاب می شود. اونش هم البته اندیشه کنیم. هر کی حضرت مولوی می گوید هر کی آخربین بود او بیدین است. کسی آخرجش فکر میکند اون بیدین است. میگه هر کی آخربین بود وای بیدین است، هر کی آخربین بود وای بادین است. هر کی فکر آخرت میکند او دین دار است، هر کی فکر آخرجش میکند وای دین ندارد. گفتن رسول الله حضرت مولوی رومی. از این خاطر ما و شما حق برادر مؤمن تله و تاراج نکنیم، زیرا حیات ما و شما بسیار قلیل است. به خدا قسم زود است که به سوی خدای خود ما و شما رو پرو میشیم. وقتی رسول اکرم مدینه آمدن، در مدینه در ترازو بسیار خیانت بود. مفسرها در سوره مطففین میگویند در مدینه بچنان خیانت بود، بچنان حق مردم تله و تاراج میشد از حساب وزن که هیچ دیگر اندازه نداشت. رسول اکرم در بین مردم این موعظه ها را میکرد. به نهایت سوره مطففین نازل شد. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. این آیت در مدینه منوره نازل شد. چی میگوید خدا؟ وای به حال آن کسانی که در ترازو حق مردم میخورند. وای به حال آنها، ویل به حال آنها. ویل این یک وادی هست که حتی میگد عذاب دوزخ از این وادی پناه طلب میکنه. همون ویل جای کسی هست که حق مردم را در ترازو خیانت میکنند. خدا گفته ایستاد است ویل للمطففین، وای به حال آن کسانی که سبک میکشند، برای خود کو پره میگیرند لکن به مردم داده نشوند. چیکار میکنند؟ حق مردم تله و تاراج میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. خدا میگوید آیا اینها گمان ندارند که فردا زنده میشوند؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینا گمان نمیکنند که فردا در پیشگاه خدا لیوم عظیم، روز قیامت بسیار روزی مشکل است، اون روز زنده میگردین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو نزد من در پیشگاه من در راست میشه، من از این احوال ترا پرسان میکنم. این بود یک تحلیلی سه گناهی که پیغمبر خدا که ابی بکرته راوی این حدیث است به ما و شما خبر دادند. و موضوع پیشینه ما و شما که احترام پدر و مادر بود، با این سخن شاعر اتمامش میتیم. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمر تو همه سود شود، در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهی تو همه نابود شود. البته شاعر گفتند اگر شما بخواهین که خدا از تو خوشنود شود، بخواهین که پیغمبری خدا از شما خوشنود شود،
شما بخواهین که بهترین مکان از خود کنین، چیکار کنین؟ با ایستا که پدر و مادر از خود خوشنود بسازین، انشاءالله شما بهترین مکان برای خود انتخاب میکنید و برای شما بهترین جا آماده کرده می شود. الحال که موضوع ما یک چند سوال هایی که در نزد ماست جواب اینها هست.